درود بر شما همراهان گلم، امیدوارم که حال هوای دلتون درجه یک و بی‌نظیر و عالی باشه. من حکمت هستم، اینجا چرم حکمت. قبل از هر چیز لطف کن زنگوله رو فشار بده و سابسکرایب کن تا بتونم ویدیوهای آموزشی جذابتر دیگه رو برای شما به نمایش در بیارم. دمتون گرم. خیلی از دوستان و فالوورای عزیز من از من سوال میپرسن که از کجا شروع کنیم، چجور شروع کنیم، با چه محصولی شروع کنیم، چجوری وارد بازار زیبا و دلنشین چرم بشیم. چون نگاه کنید، زمانی که شما یه محصول میسازی حال دلت باش خوبه، هم برات درآمد داره، هم یه محصول خلق کردی، هم وقتی مشتری دست میگیره و به یادت هست یک حال دلانگیز خوشگلی داره. چون من واقعا این حال رو تجربه کردم و به شما هم پیشنهاد میدم این حال رو حتما تجربه کنید. اولین کاری که باید شما بکنید الگو کشی. الگو کشی به چه صورت هستش؟ باید با کیف های کوچیک، با کمربند شروع کنید. یک سری استانداردهای اولیه داره که زمانی که شما این استانداردها رو رعایت کنید خود به خود روی ساخت چرم سوار میشید و این باعث میشه که به زودی یعنی سرعت پیشرفتتون خیلی بالا میره. و یک چیزی هم، نکته هم یادتون نره، تماما استمرار در این کار هستش. یعنی اگر پشتکار داشته باشی، خب مطمئن باش به اون نتیجه دلخواهی که میخوای میرسی. یه زمانی هست ما یک آموزشی رو میبینیم، یاد میگیریم، ولی استمرار نداریم و این استمراری که به ما کمک میکنه به اون نتیجه دلخواه برسیم. یعنی هر چیزی یاد بگیری، بذاری گوشه خونه، بذاری نمیدونم گوشه دلت خاک بخوره، گوشه مغزت خاک بخوره، هیچ وقت به اون نتیجه دلخواهت نمیرسی. اولین چیزی که شما رو با هیته چند روزی آشنا میکنه، باید دید وسیعی نسبت به محصولات چرمی داشته باشید و محصولاتی رو تولید کنید که کاربردی باشه. محصولات اولیه‌ای که بسیار کاربردیه و برای همه استفاده داره، کیف جاکارتی و کمربنده که شما باید ابعاد استاندارد و الگو کشی رو یاد بگیرید، روی چرم پیاده سازی کنید و بعد از اون شروع کنید به دوخت. دوخت هم میتونه با دست باشه، هم میتونه با چرخ باشه. چرخ سرعت تولید شما رو بالا میبره. یعنی یک کمربندی رو که در طول روز اگر بخواید با دست بدوزید، به فرض مثال صبح دست میگیرید، شب تموم میشه. ولی از اون طرف با چرخ میتونید همین کار رو 10 تاشو بدوزید و این به شما کمک میکنه که هم درآمد بیشتری داشته باشید، گوشی منم زنگ خورد، هم درآمد بیشتری داشته باشید، هم این که خدمت شما که عرض کردم سرعت تولیدتون رو ببرید بالا و بتونید به نفرات بیشتری ارائه کنید. حالا چه اتفاقات خوبی میفته اینجا؟ علاوه بر این که هم سرعت رفته بالا، هم پول اومده تو مجموعتون، یه داستان اتفاق دیگه هم اینه که همه کسایی که از شما میخرن تعداد بیشتری از شما میخرن و برندینگ شما سریعتر اتفاق میفته. چرا؟ چون دایره نفراتی که بهشون محصولات خودتون رو میدید گسترده تر و بزرگتر میشه. خیلی هم راحته. مثلا من بخوام مثال براتون بزنم، تمام کمربندهای استانداردی که در ایران وجود داره 3.5 سانته، یعنی دقیقاً 3 سانت و 4 میله. چون بر چه اساس این 3 سانت و 4 میل این تسمه ساخته میشه؟ بر اساس اون سگکی که میخوره. بعضی از سگک‌ها خب قطرش بزرگتره، عرض بیشتری رو میگیره، مثلا تا 4 و 4 میل داریم، 4 و نیم داریم، 5 داریم. خب ولی استانداردش 3 و 4 میل هست که به شما کمک میکنه که یک کمربند استاندارد بسازید. یا زمانی که میخواید یه جاکارتی در بیارید، ابعادش 10.5 در 16 است، یعنی شما راحت این الگو رو در میارید، طبق همون جاکارتی هاشو در میارید و به راحتی روی کار سوار میکنید و یک جاکارتی و کمربند شیک تحویل مشتریتون میدید. خیلی مخلصیم، ارادتمندم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. آرزوی من اینه که حال هوای تک تک شماها خوب باشه. ارادتمند، مخلصیم.